در کجا عالمی کلان باشد یا علما زیاد باشد، یعنی علم به همانجا میکوچد، مجبور به همانجا سفر میکنید. بنابراین عبدالله ابن مسعود گفتن که اگر من دانم که در روی دنیا یگان آدمی باشد که از من دیده علم تفسیر را بسیارتر داند و به جای وی، یعنی به مکانی که او زندگی میکنه، با شتر رفته میشده باشد، میرم گفتن. یعنی معناش این که نیست، نمیدانم گفتن، برای اونکه این کام مباشرتا از پیامبر صلی الله علیه و سلم علم آموخته بودن. عبدالله ابن مسعود اینا مفسر قرآن حساب میشن. یا حدیث است در سنن ترمذی، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یوشک ان یأتی علی الناس زمان یضربون اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینه. یه زمانی به مردم فرا میرسد که مردم جگرهای شترها را میزنند با قدمهایشان. یعنی معناش چی است؟ یعنی در بالای شتر میشنن و پاهای خود به شکم شتر میزنند تا اینکه شتر تیزتر حرکت کند. یطلبون العلم، با مراد طلب علم در دنیا دور میزنند. فلا یجدون، دنیا را دور میزنند، در دنیا یگان عالمی را نمییابند که اعلم من عالم المدینه، از عالم مدینه دیده عالم تر باشد. گفتن این حدیث در سنن ترمذی هست. سفیان ثوری حدیث خواندن، گفتن که هو مالک ابن انس، این مالک ابن انس است. گفتن واقعا در زمان مالک در دنیا مثل مالک یافت نمیشد. همین گونه، یعنی گاه علم در دمشق بود، علمای زیاد بودند، گاه مثلا در بعضی کشورهای افریقا، گاه در بخارا، مثلا زمانی که امام بخاری بودند، عالمترین مرد دنیا علال خصوص در علم حدیث و در علم فقه و در علم عقیده بسیار متمکن بود، امیر المؤمنین فی الحدیث. مثلا عین حال بخارا مثل زمانی که بخاری زنده بودن نیست. همین گونه، یعنی یا زمانی که امام ترمذی بودن، ببینید امام ترمذی یک شخصی که در علم هستند، هم رفیق و هم شاگرد امام بخاری هستند. امام ترمذی از ترمیز، مردمی تاجیک زبان بودند. همین گونه بله، یک وقتی ها عراق به قله بلند علم رسیده بود، زمانی که امام ابو حنیفه زنده بودند و بعد امام ابو حنیفه در آنجا امام قاضی ابو یوسف زندگی کردند. محمد ابن حسن عراقی بودند، بعد از آن امام احمد بودند. خیلی علما از عراق بودند، تابعین، صحابه ها بودند در عراق. و همین گونه در مکه علما بودند، در مدینه. یعنی علم واقعا دور میزند.